کدوم کارتون رو ترجیح میدی؟ پارت 1. لوکا یا قرمز شدن؟ لوکا قشنگتره. پاندای کنفکار یا باب اسفنجی؟ با تمام احترامی که واسه پاندای کنفکار دارم، ولی باب اسفنجی خداست. و بنتن و مرد عنکبوتی؟ بنتن بیشک. ماشین ها یا هتل ترانسیلوانیا؟ جفتشون خوبم ولی هتل ترانسیلوانیا. موانا یا کوکو؟ بیشک کوکو. پلنگ صورتی یا گارفیلد؟ جفتشون خیلی خوبم ولی پلنگ صورتی. آبشار جاذبه یا اصرار علیه نیروهای شیطانی؟ آبشار جاذبه. ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی یا زندگی مخفی حیوانات؟ ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی قشنگ‌تره. سیکس هیرو یا نمو؟ اینه شما تو کامنت ها بهم بگید.